در قلب شرق آسیا، جایی میان چین، روسیه و آبهای عمیق دریای ژاپن، کشوری قرار دارد که جهان 70 سال است آن را به چشم معمایی حل نشده می‌نگرد. کره شمالی سرزمین بسته، خاموش و در عین حال ترسناک است. اما راز اصلی این هراس نه در مرزهای نظامی این کشور، بلکه در اعماق تأسیساتی نهفته است که در دل کوه‌ها پنهان شده. داستان امروز داستان مسیری است که یکی از منزوی‌ترین دولت‌های دنیا را به یک قدرت هسته‌ای تبدیل کرد. داستانی که نه از روی جاه طلبی بلکه از دل جنگ، انزوا و ترس شکل گرفت. سلام دوستان، لطفا نظرتون در مورد این ویدیو تو کامنت ها بهمون بگید و کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم بزنید تا اگه ویدیوی جدید منتشر کردیم از آن باخبر شوید. در تابستان 1953 جنگ کره پایان می‌یابد. شبه جزیره زخمی و ویران میان دو جهان تقسیم می‌شود. جنوب مورد حمایت آمریکا و شمال متکی بر اتحاد جماهیر شوروی و چین. اما این پایان جنگ نبود، بلکه شروع وسواس دولت پیونگیانگ نسبت به بقا بود. کیم ایل سونگ، بنیانگذار کشور، به خوبی می‌دانست که ارتش قدرتمند آمریکا حالا درست پشت مرزهاست. او در آن سالها بارها به مسکو سفر کرد و از شوروی خواست که با آنها فناوری هسته‌ای بدهد. فناوری که نه برای حمله بلکه برای تضمین این بود که هیچ کس نتواند رژیم اون را سرنگون کند. در اواخر دهه 50 شوروی با احتیاط موافقت می‌کند تا به کره شمالی فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را آموزش دهد. پیونگیانگ دانشجویان و مهندسان خود را به مسکو می‌فرستد و شوروی یک راکتور تحقیقاتی کوچک در منطقه یونبیونگ بنا می‌کند. آن زمان هیچ کس نمی‌دانست که این راکتور روزی به قلب برنامه هسته‌ای نظامی تبدیل خواهد شد. اما از همان لحظه بذر جاه طلبی کاشته شد. در دهه‌های بعد کره شمالی بی صدا پیش می‌رود. مهندسان داخلی آموزش می‌بینند و آزمایشگاهی کوچک شکل می‌گیرد و پیونگیانگ آرام آرام مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را مطالعه می‌کند. هیچ حرکت ناگهانی، هیچ حرکت اعلامی، فقط پیشروی موذیانه و تدریجی. در همین دوران نارضایتی کره شمالی از اتحاد جماهیر شوروی آغاز می شود، چون مسکو حاضر نبود سلاح هسته‌ای یا فناوری نظامی واقعی را در اختیار پیونگیانگ قرار دهد. این مسئله باعث شد کره شمالی تصمیم بگیرد راه مستقل خود را طی کند. در سال 1984 پیونگیانگ اعلام می کند که ساخت یک راکتور 5 مگاواتی را در یونبیونگ به پایان رسانده. این راکتور قادر بود پلوتونیوم با کیفیت تسلیحاتی تولید کند. جهان نگران می شود. یک کشور فقیر و منزوی دارد به طور مستقل به سمت تولید ماده لازم برای ساخت بمب اتم می رود. کره شمالی اما سکوت می کند. سکوتی که نشان می دهد برنامه از این پس وارد مرحله نظامی شده است. در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی فرو می پاشد. این نقطه حیاتی برای هسته‌ای شدن کره شمالی بود. پیونگیانگ یک بار مهمترین حامی خود را از دست می دهد. اقتصاد شروع به فروپاشی می کند. ارتش با بحران سوخت غذا روبرو می شود و مهمترین مسئله، رهبران کشور فهمیدند بدون بازدارندگی هسته‌ای رژیم ممکن است نابود شود. از دید آنها تنها چیزی که می توانست آمریکا را از سرنگونی حکومت کیم بازدارد ساختن بمبی بود که جهان از آن بترسد. در سال 1993 آژانس بین‌المللی اتمی بی‌نظمی‌هایی را در گزارش‌های کره شمالی مشاهده کرد. بازرسان اجازه دسترسی کامل ندارد و پیونگیانگ ناگهان اعلام می‌کند قصد خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را دارد. جهان شوکه می‌شود. ایالات متحده وارد مذاکرات مستقیم می‌شود و این شروع یک بازی بلند مدت میان واشنگتن و پیونگیانگ بود. بالاخره در سال 1994 توافقی امضا می شود که کره شمالی موافقت می کند راکتور یونبیونگ را متوقف کند و در مقابل آمریکا قول می دهد 2 راکتور آب سبک و کمک‌های اقتصادی ارائه دهد. اما این توافق هرگز به طور کامل اجرا نشد. بی‌اعتمادی دولت‌ها و بحران‌های سیاسی باعث شد توافق به بنبست برسد. در سال 2002 آمریکا اعلام می کند
شواهدی دارد که کره شمالی مخفیانه برنامه غنیسازی اورانیوم را راه اندازی کرده است. برنامه‌ای که خلاف توافق 1994 بود. تنش‌ها فوران می‌کند. پیونگیانگ رسما از پیمان منع گسترش خارج می‌شود. بازرسان را اخراج می‌کند و در سال 2003 راکتور پیونگیانگ دوباره فعال می‌شود. این نقطه‌ای بود که جهان فهمید دیگر می‌تواند کره شمالی را از مسیر هسته‌ای برگرداند. در 9 اکتبر 2006 لرزه‌ای خفیف در زمین احساس می‌شود. سپس خبرگزاری‌های جهان تایید می‌کنند که کره شمالی نخستین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داده. انفجار ضعیف بود. احتمالاً بمب کاملی نبود، اما پیام خیلی واضح بود. پیونگیانگ رسما وارد باشگاه هسته‌ای شده بود. جامعه جهانی تحریم‌های شدید امضا کردند، اما رهبران کره شمالی به این تحریم‌ها عادت کرده بودند. برای آنها بازدارندگی مهمتر از اقتصاد بود. در سالهای بعد این آزمایش‌ها ادامه یافت. هر آزمایش قوی‌تر، هر پرتاب موشک دوربرتر و هر سخنرانی رهبران کره شمالی تهاجمی‌تر می‌شد. در سال 2017 کره شمالی مدعی می‌شود به بمب هیدروژنی دست یافته، انفجاری که چندین برابر بمب‌های قبلی بود. حالا جهان با کشوری روبرو بود که هم بمب هسته‌ای دارد و هم موشک‌های بالستیک قاره‌پیما. اما این کشور در هسته‌ای شدن تنها نبود. بزرگترین و تأثیرگذارترین کشور در مسئله هسته‌ای شدن کره شمالی شوروی بود. آموزش دانشمندان کره شمالی در دهه 60، ساخت راکتور تحقیقاتی کوچک در یونگبیونگ و ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشی اولیه و انتقال دانش پایه انرژی اتمی برای اهداف صلح‌آمیز. چین برخلاف شوروی فناوری نظامی در اختیار پیونگیانگ قرار نداد، اما حفاظت سیاسی و دیپلماتیک از کره شمالی، جلوگیری از انزوای کامل این کشور، حمایت‌های اقتصادی که امکان ادامه دادن پروژه‌ها را فراهم می‌کرد. در این راه پاکستان هم نقش مهمی داشت. در دهه 1990 شواهد زیادی مطرح شد که شبکه قاچاق فناوری هسته‌ای پاکستان به رهبری عبدالقدیر خان ممکن است به کره شمالی طرح‌های مربوط به سانتریفیوژهای غنیسازی را انتقال داده باشد. این موضوع توسط آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتی غربی مطرح شد. پاکستان همیشه آن را تکذیب می‌کند، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند پیونگیانگ از این شبکه دانش مربوط به غنیسازی را به نوعی دریافت کرده. اما سوال اصلی اینجاست: چرا کره شمالی هرگز از برنامه هسته‌ای خود عقب ننشست؟ رهبران کره شمالی به سرنوشت صدام حسین و قذافی نگاه کردند. دو کشوری که دنبال عادی‌سازی بودند، اما بدون بازدارندگی سقوط کردند. این پیام برای کره شمالی واضح بود. بمب اتمی ضمانتنامه‌ای برای بقای رژیم بود. در انزوای تاریخی کره شمالی هیچ همپیمان مطمئنی ندارد. حتی چین نیز بارها این کشور را تحت فشار قرار داده. در نتیجه پیونگیانگ تنها به قدرت داخلی خود نگاه می‌کند. از نظر کره شمالی تنها راه جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا داشتن سلاح هسته‌ای است. کره شمالی برای مشروعیت داخلی به برنامه هسته‌ای خود متکی است. این برنامه نمادی از غرور ملی و اثبات استقلال کشور است. امروز کره شمالی خود را یک قدرت هسته‌ای غیرقابل مذاکره می‌داند. تأسیسات زیرزمینی جدید، کارخانه‌های تولید سوخت هسته‌ای و سامان‌های موشکی متنوع همگی نشان می‌دهند برنامه موشکی کره شمالی وارد مرحله پایداری شده. رهبران کره شمالی بارها اعلام کردند هرگز تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نمی‌گذارند. اما پشت این غرور یک واقعیت تلخ وجود دارد. کشوری که برای بقا مجبور شده جهان را بترساند، کشوری است که بیش از همه از جهان می‌ترسد. این بود داستان هسته‌ای شدن کره شمالی، داستان کشوری که از دل جنگ متولد شد، از دل ترس به سمت سلاح هسته‌ای رفت و امروزه در نقطه ایستاده که می‌تواند آینده یک قاره را تغییر دهد. معمایی که هنوز باز است و شاید دهه‌ها باز بماند. خب دوستان، ممنون از همراهیتون. لطفا نظرتون در مورد این ویدیو تو کامنت ها بهمون بگید و کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را بزنید تا اگه ویدیوی جدید منتشر کردیم از آن باخبر شوید. تا ویدیوهای بعدی موفق و پیروز باشید.